جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم. سلام و درود، السلام علیکم مخلصان عزیز. امروز جمعیت تبریکات شهنان در دهه آهلیک در دامنکو برای تبریک کردن دلناز آیتی آمدیم به خانواده لطیفکه. امروز تبریکات از نام دادر دلناز آیتی، از نام جسور جان، از نام خواهرشان زلال آیتی، از نام پدر مادرشان اکابیرکه و شهناز آیتی تیار کردیم. همراه شما به هم ببینیم. کیفیت خوش، آفتابی گرم همراه شما باشد. رفتیم. آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام نیز احترام است. سلام و درود، السلام علیکم مادران، پدران عزیز، مهمانان خانواده لطیفکه. همه شما را به جشن زادروز دلناز آیتی خوش آمدید میگویم. برای ما لازم است دلناز آیتی همراهی لطیفکه و برایشان یک تا کارسکی صمیمانه میزنیم و نزدان را تکلیف میکنیم. مرحبا، نزدیکتر میستیم. مبارک باشد. السلام علیکم. سایره خانه بچه زیبای دختر رو برایتان مبارکباد میگویم که از آن روز قدم را با کاشانه شما گذاشت، از آن روز دختری شما هستند. امروز دلناز آیتی زادروزتان مبارک باشد. روزی مولود خجسته را میلاد او را برایتان مبارکباد میگویم. نام کی آمدیم اگر سورپریز را آشکار نکرده باشند؟ البته از نام جسور جان آمدیم، از نام زلال بانو، از نام پدر مادرتان، از نام اکابیرکه شهناز آیتی شما را تبریک میگویم. ما قریب 3 روز باز جسور جان که صحبت میکنیم گفتم امروز خواهر نازنین من، خواهری که اولین فرزندی پدر مادر من است، زادروز دارد. خدا کند به خاندان پادشاه ما فقط خوشبختی بیارد، فقط صحت سلامتی بیارد و در آن خاندان خوشبخت باشد. و اولین شخصیتی که برای من تحفه کردن جیان را این خواهر من است. من اگر دلگیر شوم یا خسته شوم یا چیز زیق شوم، مگر مرد هم خیلی انسان بوده است که پسر بچه گریه کردن نمیتوانست است. من اگر آن سری دلم با مادرم یا با پدرم گفتن نتونم، اگر پیش خواهرم رفتم مصلحت میکنیم و همون سرهای دلم برای خواهرم میگویم. خدا کند که همیشه صحت سلامت باشم. سربیا که دلی من، مهربان خاندان ما، هر بار از حال احوال من خبر گیرک و در خدمت پدر مادرم هستند. همیشه صحت سلامت گردن. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و بیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبحی است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر.
در دیده من محبت این دنیاست، من یادی تو را به دیده دارم خواهر. خواهر نشان مادر، خواهر بعد از مادر به جان برابر خواهر. دلسوزتر نیست به هر دو عالم، ای مرهم داغ‌های دادر خواهر. امروز دلنازایی شما را شخصا از آقای جسور جان، از آقای زیرالبانا، از آقای پدر مادرتان تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشه، در سر فرزندان سایه‌بان شده. البته دعای اینه که مادر را گرفته گشتن برای شما نصیب کند. و از این زیبا جشن زادروزتان را مبارکباد میگویم. ما باشد در اینجا تحفه های ارزنده و زیبنده داریم. اگر امکان باشد خودشان سپارند جسور جان، گلدسته را تقدیم کنید برای جسور جان، برای خواهرشان تقدیم کنند. زادروز مبارک باشد. میگویم مرحمت. حتی قرصک میزنیم برایشان. مبارک باشد. میلاد مرا مولود خوددسته را برایتان مبارکباد میگویم. مبارک باشد. دلازایتی باره دیگر زادروز مبارک. اکنون سیاره خواهد باید تبریک گوید. مهمانا با خوش آمدید گوید. مرحبا. سلام علیکم مهمانا، خوش آمدیدتون. کلین ملا سر بدر ایلوی بچه که من که پوشه پیر شده برای مول فرزندکات مول شویو کلام شوی دخترکا کلین سرکتون دماد شده ایلوی پشت شما مانم خورسندی ها بینیم. خوش آمده نوری دیدن تاجی سر. رحمت سلامت باشن. و البته سیاره خاله خدا کند که ایزی پای قدمی شمایان را زیر کرده باشند. نمی پیری و دولتی پیری را بینند و از پشتشان فقط حضور و حلاوت زندگی را بینید. شهنازویتی امروز شما از نام خودتان از نام اکابرکه که با یک سبب‌های معین آمده نتوانستند وقتی خوشرکت تبریک میکنیم. آن دختر نازنین که برای شما اولین فرزند، اولین تحفه خداوند کریم است که امروز زادروز دارد. آن تحفه که کلیدی در جنت است برای پدر مادر دختر میگویند. وقتی خوشرکت تبریک میکنیم دختر نازنین در قلب مادر هست. مرحمت. البته از نام پدرتان صدقاً تبریک میگویم. دلنازایتی بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. و البته زیرالبانا تبریک میکنید یا همه رقص کردیم. ما باشد شیرینی داریم. یک جای شیرینی را میبریم، از آن شیرینی تناول میکنیم. مادران با باید بگیرید کلیک باشد دختر را. مرحمت. یک جای هر سیاتان شیرینی را میبرید، از آن تناول میکنید. زادروز مبارک باشد. میگویم مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. شفاعت شما دعاگوی و کلام کننده نبیره ها هستید. یک خوشرکت را تبریک کنیم نبیره را. و فکرم نبیره کلامی این کس از همه نبیره کلامی. دلنازایتی چی خوشبختی است که برای پدر مادر یکمین فرزند، برای آنهای بابا یکمین نبیره. امروز نبینید که همه شما را اولین ها گفته حساب میکنند و شما را تبریک میگویند. مرحبا.
اولش السلام علیکم آمدگی نوری دیده تو جسر همه یکاتون همه نیوره کوی من خانش آمده تو خوش آمده نوری دیده تو جسر میگویم لوی مکای همه لطف جان کدی پوشم پر شود میره و دولت شود اپشتی نیوره یکاش خوش و خورسندی بینم نیوره دار شود این خدا خالی اپشتی نیوره یکاشون روز بینن روشنایی بینن لوی مپشتی همه کلو نکن روز روشنایی بینن انشاءالله همه یکمون سو سلامت کردیم همه خورسندی و خدای مهربان رسونه همه وقت همه یکاش مونم آمده پایکتونم در مدرسه خوش آمده در بوی نیوری من چی گفتنم در کارکم با بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول الله یکفی و الله خوش خدا که مهربان همین اکو بر نیوری اکو من اره دوی دور اره خطر اکو خطر اکو همین اکوشون نگاه دور الله مشکل اکوی همین اکوی آسان کن همین اکو نیوری هم من نیوری اکو 11 تا نیورم 10 تا خدا و شکر همین اکوشون سلامت گردن وفق اکو اگز اسیبت اکو اتو مدبوی نوها خدا اکوش برنامش نگاه دور همین جسور جانا کم یک تا جویا که سطحیت ایلوی مگه اپشتکی همینو روز بینا داد یکوش هم یکوش خواه رکو روز روشنایی بینایو خوف و خطر نگاه دور ای ربیم هم مدن قلوب دور الله هم مدن اختال دلوی دور الله هم الله نکی دور هم الله نکلگه دور الله همه نرسگه قادر ای ربیم همین بچه کن سو سلامت اخوف خطر شوان شما هم کسب کنی شما سپان نولا کشویشتیا سپان نولا کشویشتیا سپان نولا کشویشتیا هم میکاتو همین روز بینه روشنایی بینه اپشته پراکاتو حضور علاقاتا دیده گرده و قطار شما من این نوروی من خودم من این کلمونه هم سال سلامت خلاص کنم هم یکاشون نظر خدا ورگنزه رفته که اوریم سال سلامت اکر بیم اکو براکم کسب کراکاشا مشکل اکوش آسان کنه ربیم هم یکم سال سلامت گردیم کسب کنی چشمانا کشوشتی رحمت صفانه اکنون اصلا رفتنش نیست دعا کردیم با موافقه این خیلی سخنهای نیک یک جایه آنا جان مادران عزیز همه زنبانان رقص و تکلیف میکنیم در این کاشانه زیبای لطیفکه میرقصیم خورسندی میکنیم و البته سیره خاله همه را رقص و تکلیف میکنیم بگذار در این باقی زیبایتان فقط توی باشد لحظه های خورسندی باشد مبارک باشد میگویم زادروز را مرحمت صورتهای شوخ برای شما یا زادروز مبارک
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده سیاره خاله مهمان شدیم. کلین خاندان را دلنوزایتی را در جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.